سرخط مهمترین خبرها: فرزندانتان را به مسجد رفتن نمانید، طلب آموزگاران از والدین در اسفره. حکومت دستور داده است که تا 30% ماشین ها در کشور برقی باشند. و هندوستان به چند موضع در پاکستان حمله کرده است. سلام بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 7 می سال 2025 است. بعضی ساکنان شهر اسفره در شمال تاجیکستان میگویند که آموزگاران در وقت گردش خانه به خانه از آنها زبان خط گرفتند تا فرزندانشان را از چند کار منع کنند. از جمله از والدین طلب شده است که فرزندان مکتب خانه‌شان را از رفتن به تعلیمات دینی غیر رسمی، رفتن به مسجد 5 وقته و نماز جمعه باز دارند. قانون مسئولیت پدر و مادر هم رفتن نورسان تا 18 ساله را به مسجد منع می‌کند. اینچنین پدر و مادران موظف شدند که بعد ساعت 18 به پسرانشان اجازه برآمدن از خانه ندهند. به شخصان شبهه‌ناک و بیگانه علاقه نداشتند و به مکتب نآوردن تلفن موبیلی از طلب‌های دیگر از والدین بوده است. یک ساکن دهه نیمن شهر اسفره نسخه این زبان خط را به رادیوی آزادی فرستاده، گفت از آنها طلب شده است زیر این زبان خط امضا گذارند. در صورت اجرا نکردن این طلبات ها والدین بر اساس قانون مسئولیت پدر و مادر مجازات می‌شدند. نمایندگان اداره معارف شهر اسفره نخواستند در این باره صحبت کنند. حکیم عطاخانزاده سردار ریاست معارف اسفره در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت عموما این خیلی گپ نیست و گوشی را گذاشت. جنایتکاری در میان نابالغان یک از مسئله های نگران کننده برای مقامات تاجیکستان می باشد، اما معلوم نیست که با اصول گردش خانه به خانه و زبان خط گرفتن از والدین تا کجا جنایتکاری در میان نابالغان می تواند کاهش یابد. وزارت معارف تاجیکستان میگوید بازدید ناگهانی وزیر رحیم سیدزاده از چند مؤسسه تعلیمی در شهر حصار، حالت رقتبار مکتب‌ها، حضور ناکافی شاگردان در درس‌ها، کارناشایمی میز و کرسی‌ها در صنفخانه‌ها و دیگر مشکلات را آشکار کرد. به اطلاع وزارت از کم توجهی و سهلانگاری شعبه معارف و دیرکتوران مکتب‌ها، روند درس و حضور خوانندگان به طور ضروری براه مانده نشده است. از جمله در مکتب رقم 29 مدیر و معاون مدیر عاید به خواجگیداری به سبب‌های عذرناک در سر کار حضور نداشتند. تخمینا 40% خوانندگان در درس نبودند و شاگردان تنها نصف کتاب‌های درسی را به صنف آورده بودند. در گزارش وزارت معارف آمده است که از 22 خواننده یگان نفر با عادی‌ترین سوال‌های پیشنهاد شده از جمله معرفی خود با زبان‌های روسی و انگلیسی، معادله‌های عادی از صنف 7 و تکنولوژی اطلاعات چیز جواب گردانده نتوانستند. وزیر معارف همچنین از آن انتقاد کرده است که حالت مکتب با عادی‌ترین طلبات سانیتری و گیگینی جوابگو نبوده است. معلوم نیست که مأموریت این مکتب به انتقاد وزارت چه نظر دارند. انتقاد از وضع مکتب‌ها در دهات تاجیکستان پیشتر نیز زیاد صدا داده بود. حکومت تاجیکستان دستور داده است که تا 30% ماشین ها در کشور برقی یا الکترومبیل باشند. روزنامه رسمی جمهوریت نوشته است که این کار باید تا سال 2028 انجام شود. به اطلاع رسمی تنها دوام 3 ماه اول امسال به کشور 6047 نقلیات برقی وارد شده است. تا امروز شماره عمومی نقلیات های برقی در کشور 27000 بوده است. از سال 2022 وارد کردن نقلیات برقی به تاجیکستان از انداز و باج گمرکی آزاد است. بعد این کار توجه به ماشین های برقی زیاد شد، اما محدودیت برق در منطقه ها مشکل دیگری را برای صاحبان این گونه نقلیات ها به وجود آورده است. ارتش هندوستان شب 6 می اعلام کرد که به موقع تروریستان در خاک پاکستان حمله کرده است. با خبر نیروهای هندی در دایره عملیات سیندور به 10 مکان در کشمیر زیر نظارت پاکستان حمله کردند. ارتش هندوستان ادعا کرده است که تنها به تروریستان هجوم کرده است و یگان نظامی پاکستانی مورد حمله قرار نگرفته است. پیشتر نیروهای پاکستان از حمله موشکی هندوستان خبر داده بودند. هندی ها اساساً به ناحیه‌های کاتلی، مظفرآباد و بهاولپور هجوم کردند. طبق اطلاع پیشکی مقامات پاکستان در حمله نیروهای هندی 3 کس کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است همه مکان‌هایی که مورد حمله قرار گرفتند انشاءات‌های ملکی بودند. اسلام آباد تهدید کرده است که به هندوستان در وقت و مکان مساعد پاسخ درکاری می‌دهد. بعضی رسانه‌های پاکستانی از حمله جوابی به شهر سرینگر هندوستان خبر دادند. وزارت دفاع هندوستان خبر داده است که ارتش پاکستان به موقع نظامیان این کشور در کشمیر از توپخانه حمله کرده است. تنش بین هندوستان و پاکستان که هر دو سلاح اتمی دارند، نگرانی از جنگ نو در منطقه را زیاد کرده است. تنش بین دو کشور رقیب پس از آن دوباره بالا گرفت که افراد ناشناس 22 اپریل به جهانگردان در کشمیر زیر نظارت هندوستان حمله کردند. در این حمله 26 سیاح کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. هندوستان این را کار دست گروه‌های زیر نظارت پاکستان نامید. پاکستان رد کرده است.
9 می در تاجیکستان و بسیار کشورهای سابق شوروی همچون روز غلبه بر فاشیسم جشن گرفته می شود. قرار است امسال 80 سالگی غلبه جشن گرفته شود. همکار ما امیر اسایف از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسید که چرا تاجیکستان باید 9 می را جشن گیرد. سوال دیگر از ساکنان این بود که برای چه سالهای اخیر در روسیه از سهم تاجیکان و دیگر ملت‌های شوروی سابق در این غلبه کمتر یادآوری می شود. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم. روز 9 مای چی روز است؟ روز غلبه. غلبه چی؟ غلبه بر چی؟ بر جنگ بزرگ جهانی. ایدی غلبه بر ضد فاشیستان. چرا تاجیکستان باید این روز را جشن گیرد؟ برای آن که تاجیکستان در هیئت ایجادی شوروی بود و در آنجا اشتراک میکرد. در آن جنگ بابای ما اشتراک کردن که این باعث افتخار است. برای ما جنگیدن غلبه رو به دست آوردن که ما انمی روزای استقلالیت، انمی روزای خوب صاحب شویم. ما هم میدونیم که روز 9 می در تاجیکستان ما 80مین سالگرد جنگ بزرگ وطنی اوید با فاشیسم ما جشن میگیریم. بله، روز 9 می این روز پیروزی است. این 80 سالگی پیروزی در برابر فاشیست‌ها است. روز 9 می روز ارتش ملی. با فکر شما چرا تاجیکستان باید همین روز را جشن بگیرد؟ برای که هم تاجیکستان ما همین مقصد چخل بگم همین چخل فهمونم تاجیکستان هم خیلی مقصد به خاطر این چیز این روز جشن میگیره که به خاطر همین سرحالت ها، به خاطر همین روز نهم، به خاطر همین تاجیکستان ما دایم وای مقصد که بیتش میشه که کاروچی همه چیزه مقصد روز غلبه. غلبه چی؟ غلبه جنگ بزرگ. چرا تاجیکستان باید همین روز را جشن گیرد؟ بلکه تاجیکستان هم اشتراک کرده یارنم داده وقتی هم جنگ سر بود همه کسا وای کرده تاجیکستان رنگی گوسپیتال بود از همه همه وایرای بعد جنگ همینجا ساز میکردن. چرا در روسیه سهم تاجیکان و دیگر مردمان اتحاد شوروی رو در این جنگ کم میگویند؟ نه، کم نمیگویند. اگر شما فیلم ها رو هم تماشا کرده باشید در همان فیلم هایی که محض روسیه آنها را به نوار گرفته است سهم تاجیکان خوب به نظر میرسد و هر سال هم پرزیدنت ما را دعوت میکنند و نماینده های تاجیکستان نیز در آن جشن شرکت میکنند. حتی شهروندای یعنی مهاجرانی که هستند در جشن هایی که برگزار میگردد بخشیده به همین روز غلبه اشتراک میکنند. خیلی последнее время شما خودتان دیدستین که روس‌ها نسبت تاجیک‌ها خیلی وای کردستان، خیلی همین اینترنت نشون میدن، خیلی نحرمتی کردستان، уважать накардестан. Поэтому мы тоже люди. Мы хотим, то, что у нас есть, у других нету. У нас своя история, у нас свой менталитет. Самое главное, забони тоҷикӣ дорем, номуси тоҷикӣ дорем. این با خود همان ملت روس داخل دارد. یعنی که اگر گوییم که آنها کلانگیرانه حرف میزنند، با باوری تام حرف میزنند که گویا فقط آنها این جنگ را بریده باشند، ولی من گمان میکنم که یک خود 50 و چند نفر قهرمانی که از تاجیکستان است، دلیل آن است که تاجیکستان ما هم در این جنگ سهمگذاری به حد کلان کرده است و از جمله جمهوری های دیگری سابق اتحاد شوروی هم. بینندگان عزیز، اگر شما هم در این باره نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید.
ایالات متحده آمریکا و حوثی‌های یمن درباره آتش بس به سازش رسیدند. این سازش با میانه‌روی عمان به دست آمده است. بر اساس این توافق آمریکا و حوثی‌ها به یکدیگر حمله نمی‌کنند. از جمله حوثی‌ها قول دادند که به کشتی‌های آمریکایی در بحر سرخ حمله نخواهند کرد، ولی در اظهارات وزارت کارهای خارجه عمان که میانه‌روی این مذاکرات است درباره قطع حمله حوثی‌ها به اسرائیل چیزی اشاره نشده است. پیش از اعلان این خبر دونالد ترامپ گفت آمریکا دیگر حوثی‌ها را بمباران نمی‌کند. ایالات متحده روز 15 مارس امسال حمله را علیه شورشیان حوثی یمن سر کرد. آمریکا شورشیان حوثی را یک گروه تروریستی می‌داند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 می را فرا می‌گیرد. هفتم می در تاجیکستان و هم بسیار جمهوری‌های سابق شوروی روزی رادیو تجلیل می‌شود. در تاجیکستان هم شبکه‌های زیادی رادیوهای دولتی و مستقل عمل می‌کنند، ولی اکثری رادیوهای مستقل خصوصیت تفریحی دارند. در تاجیکستان گرفتن اجازه‌نامه شروع کار یک شبکه رادیو همان مشکل باقی می‌ماند. هفتم می زادروز اپرا سرای معروف تاجیک ادهم خالقов است. خالقов سال 1948 تولد شده، بعد سابقه طولانی کار در بالشوی تئاتر مسکو و تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی دوشنبه به شهر میلان ایتالیا کوچید. مؤسس اکادمی خصوصی اپرا با اسم بلکانتو اینترنشنال می باشد. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 126 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1030 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 7 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. فردا شما را در همین وقت و ساعت با خبرهای تازه انتظاریم. خدا نگهدارتان.